سلام دوستان، دکتر فاطمی هستم. ایشالا همه خوب باشین. خوش اومدین به جلسه اول پزشک آگاه، تمرینات زندگی آگاه و سیلوسایبن. من این سری رو براتون دارم رکورد میکنم که کسانی که تو ایران هستن و نمیتونن با من کار کنن یک به یک یا حتی تو گروه بتونن این اینفورمیشن رو داشته باشن، اطلاعات رو داشته باشن که تو زندگی خودتون بتونین اینا رو ایجاد کنین. این کارایی که هر روز آدم میتونه خودش تو خونه خودش انجام بده و چیزی نیست که باید حتی پولش رو بدین. ولی خب این پروگرام من خیلی گرونم هست، تو آمریکا $5,000 و من به طور رایگان دارم به شما میفرستم. اگه دیدین که براتون خوبه واقعا برای از نظر درونی و بیرونی و spiritual خوب باشه و از نظر این که بتونیم رابطه های قشنگی با هم برخورد کنیم و برقرار کنیم، با بقیه دوستان آشناتون، کسایی که عشق دارین بهشون، باهاشون اینو شیر بکنین که من هیچی ازش نمیگیرم، ولی شما شیر کنین. شما که خوب باشین منم بهترم تو زندگی خودم. اوکی، شروع کنیم. خیلی خوب، از کجا میخوایم شروع کنیم امروز؟ از رودخونه زندگی. ما هممون توی رودخونه زندگیمون جریان آب هست، اون جریان خودمونه، اون جریان زندگی، جریان یونیورس، هرچی میخوایم فکر کنیم، اون کریئتر، کسی که ما رو به وجود آورده، اونو داریم، هممون داریم. در طول زندگی قلوه سنگ خواهیم داشت که جریان آب کمتر میکنه، ولی آب پیدا میکنه که چجوری از بالا بره، از دورش بره. بروس لی رو میگه و به هر حال جریان خودش رو پیدا میکنه توی این راه، توی این رودخونه. ولی اگه خود ما هی سنگ بندازیم تو جو، هی سد بذاریم، هی قلوه سنگای بزرگ بزرگ بذاریم، خب آب جریانش کمتر پیدا میشه. و بعضی موقع هم خب زندگی یه قلوه سنگایی میاد میندازه توی زندگیمون که اونا ممکنه تراما باشه، ممکنه یه وایلیشن باشه، یه چیزی شده باشه، یکی بهمون چیزی گفته، یا حتی تجاوز احساسی، تجاوز فکر، تجاوز بدنی کرده باشه. خب آره، این خیلی میمونه برای یه مدتی، ولی همه چی رو میشه هیل کرد، همه چی رو میشه هیل کرد. من این جریان زندگی منه، بهتون یه مثال بزنم و از این نظر که همه بدونیم که همه ما بالا پایین داریم. اب نداره دکتر میخوای باشی، میخوای پرزیدنت باشی، میخوای میلیونر باشی، میخوای دکون داشته باشی، هرچی، هر کسی هستیم، همه ما این هم قلوه سنگ داریم، هم درختای قشنگ داریم، هم آب داریم که از تومون روانه. و مهمه که تو زندگی اول آدم این خودش رو نگاه کنه، زندگیشو یه اگزمین بکنه که ببینه که چه چیزاییه که چه الگوهای فکری و الگوهای رفتاری رو با خودمون داریم و کجا میاد. برای من براتون مثلا این مثال زدم و به خصوص به خاطر اینکه مهمه که شما بدونید من کی هستم، دارم اینو بهتون میگم، این درس رو بهتون میدم، از کجا اومدم، من داستانم چیه. هر کسی یه داستانی داره. من الگوهای فکری و الگوهای رفتاری من خیلیش این بود که من بدم، من آدم بدیم، این تو 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 و ما بدیم. تو ایران بزرگ شدم تا 14 سالگی و خب تو جنگ بودیم، جنگ قلوه سنگ بزرگی بود برای هممون و برای بعضیا هنوزم هست. بعد که این جنگ و تروریسم، زیر تروریسم آدم بزرگ میشه، همش میگه که تو داری کار بدی میکنه، آدم بدی هستی، فکرت بده، بدنت بده، موهات بده، چشمات بده. تمام این مسیجینگ اینه که ما خوب نیستیم. و چرا خوب نیستیم؟ معلومه که خوبیم، هممون خیلی خوبیم. که من حرفم مهم نیست، حرفم اصلا مهم نیست. چرا حرف میزنی؟ اصلا حرف نزن.
و این میشه الگوهای فکری و الگوهای رفتاری آدم و آدم بقیه رو بتونه پلیز کنه، یعنی شما بهتر از منین. و این الگوها خب اینفورم میکنه اون زندگی آدم. از همون اول تا آخرش اون الگوها ریپیت میشن و به ما ممکنه صدمه بزنن و خودمون به خودمون صدمه بزنیم و اگه ندونیم الگوهامون چیه، الگوهای فکری میشن الگوهای رفتاری. خلاصه برای من خودم خیلی کار کردم رو خودم تو این راه خودشناسی. من سالهاست که دارم کار میکنم رو خودم و من هی رو خودم که کار کردم دیدم که الگوهایی که من دارم مثلا از جنگ، ترس صدای بلندی هم میاد، تروریسم که آدم خوبی نیستم، و مهاجرت خیلی افسردگی به من برام ایجاد کرد. اومدم آمریکا 14 سالم بود که وارد دبیرستان شدم، تمام دوستام و خانواده همه چی رفتن، ما اومدیم اینجا و خب به هر حال زندگیم خیلی خوبه الان، ولی خیلی سخت بود اون موقع. و قسمت‌های خوب زندگیم این بود که خانواده پر عشقی داشتم، دوستان پر عشقی داشتم و این به هم نور میداد. و میبینی اینجا که درخت کشیدم، جاهایی که زندگی خوبه و پر عشق و پر زندگیه، یعنی وایتالیتی داره. بعد دانشگاه رفتم که خیلی اونم خوب بود، بخاطر اینکه انگلیسی یاد گرفته بودم و میتونستم ارتباط برقرار کنم، دوستانی پیدا کردم که خیلی خوب بودن. بعد فوق تحصیلم که گرفتم، بعد ازدواج اولم بود که اون بالا پایین بود. بعد دانشگاه پزشکی وارد شدم که خیلی عالی بود، یه سری دوستان خیلی خوبی داشتم که واقعا خیلی زمان خوبی بود و دخترم به دنیا اومد وسط دانشگاه پزشکی که کار سختی بود، ولی خیلی بیشتر دیسیپلین شدم من که میبینین درخته و چیز نوره برای من. بعد وارد رزیدنسی شدم اینجا که تخصص اینترنال مدیسن، پزشکی داخلی رو بگیرم و بعد وارد رزیدنسی که شدم طلاق گرفتم. خب اون چیز سختی بود، البته یه چیزی سخت بود، یه چیزی آسان تر بود، بخاطر اینکه اون رابطه دیگه رابطه خوبی نبود و خیلی سالها بود که خوب نبود و این موقعش بود که ما از هم جدا بشیم. واسه همین یه چیزش خب سخته، یه چیزایش هم میمونه حتی برای آدم و یه چیزایش هم آدم میبینه که چقدر آزاد شدم. و از نظر وقتی که بچه داره آدم، خیلی شما میدونیم بچه داری یا طلاق میگیری، خب یه جریانی خودش داره، اونها یه روز دیگه صحبت میکنیم. بعد که تخصص پزشکی تموم شد و attending physician شدم، خب خیلی عالی بود، میتونستم درس میدادم به رزیدنت ها، به تو دانشگاه پزشکی درس میدم، هنوزم درس میدم ولی به اون شدت نه. و من رهبری میکردم توی بیمارستانمون، 52 میلیون در سال برای این اینستیتوشن در آوردیم با تیممون که کار میکردیم. ولی وقتی که خیلی آگاه شدم که ببینیم ما طوری که پرکتیس میکنیم پزشکی تو آمریکا، همش به همه دارو میدیم، دارو و دارو آدمو خوب نمیکنه، بدتر میکنه، کلی تاکسین داره، کلی ساید افکت داره. این پزشکای آمریکایی به این فکر نمیکنن، به خاطر اینکه همه چی، پول دانشگاهی پزشکی، پول ترینینگ، همه چی از فارماسیوتیکال کمپانیا میاد و کمپانی داروسازی، و به خاطر همین ما رو انقدر پوش میکنن توی درسامون که ما فقط دارو به مریض بدیم و جور دیگه خوبشون نکنیم. خیلی با مواظب باشین، چون من میدونم تو ایران هم یه مقدار داروهای آمریکایی هستش و خیلیشون هم اصلا خوب نیستن، ولی حالا صحبت میکنیم درباره اونم. اگه براتون جالبه به هم بگین، کامنت بدین که درباره این تاپیکا میخواین صحبت کنیم، این که من این مطلب رو میتونین بیشتر توضیح بدین، یه جلسه دیگه میذارم که براتون توضیح بدم. وقتی آگاهی از این داشتم، بعد از 10 سال که تو یونیورسیتی پروگرام خیلی پرستیژس کار میکردم و رهبری میکردم، بعد دیگه تصمیم گرفتم که نه، من این کار نمیتونم کنم، یعنی با درونم aligned نیستش.
و تو رزیدنسی ترینینگ که داشتم میکردم و بعدش با همسر دومم و واقعا هم همسره، we're partners، خیلی آدم خوبیه. ما هر دو همدیگه رو میکشیم بالا همش و خیلی قشنگه این رابطمون. حتی خب کارم میبره. و بچه دومم من به دنیا اومد که اونم درخته. حالا من برای شما مشقتون اینه خانوم و آقاها، برای خودتون این رودخونه زندگی رو بکشین شبیه این و فکر بکنین که تو چه چیزایی تو زندگیتون اتفاق افتاده و خیلی چیزای دیگه دارم. من خب سادهش کردم. ببینین چه چیزایی تو زندگیتون که بوده که از اولا که خیلی بهتون ممکنه صدمه زده باشه بهتون و چه چیزایی بوده که خیلی عالی بوده و شاد تو این مدت خیلی شاد بودین و اونا درختای سبزه و چیا که چی هست تو زندگیتون و بوده که بهتون نور داده، مثلا خانواده‌ای که آدم پر عشقه، بچه دار میشه، همسری که خوبه برای آدم، بچه دوم، بعد دانشگاه. خب برای من خیلی جالب، ولی معمولا یه کسانی هستن تو زندگی ما که خیلی ما رو آپلیفت میکنن و اون کسا کی بودن براتون؟ اینو بعد قلب سنگاتون چیه؟ اون قسمت‌های سخت زندگیتون چی بوده؟ بشینین اینو فکر کنین، بکشین اینو برای خودتون و ببینین الگوهای فکری، الگوهای رفتاریتون از کجا میاد. فقط فرهنگیه؟ یعنی مثلا من میگم آخ من سگ دوست ندارم تو خونم به خاطر اینکه فرهنگمون میگه، یعنی یا واقعا من دوست ندارم سگ، چرا؟ و اونو فکر کنین. این تعارفی که ما میکنیم، اینقدر تعارف میکنیم، یا این قضاوتی که ما داریم، اینا الگوهای فرهنگیه، الگوهای خانوادگیه و چرا میاد و احتیاج داریم بهمون کمک میکنه یا نه. حالا این هفته مشقتون اینه، کلی بنویسین، بکشین و اگه میخواین تو کامنت بنویسین برامون که چی اومده براتون، حتی عکس بفرستین، خیلی خوشحال میشیم. ایشالا خوش باشین دوستان عزیز. خیلی خوشحالم که من میتونم این کار رو برای هموطنانم بکنم و برای خودم بکنم. خیلی ممنون. روز خوشی داشته باشین.